دوستکای عزیز، خوش آمدید به یوتیوب چینل کوکینگ ویت سوها. دوستکای عزیز، در نخست از شما میخوایم صفحه یوتیوب چینل کوکینگ ویت سوها را لایک، شیر، سابسکرایب کنین و خوش آمدید به یک ریسیپی جدید من دوستکای عزیز. امروز با شما یک جای میرم طرز تهیه هندیک پراتا یا پراتی تخم پرتان به معرفی میگیریم که چگونه آماده میشود. البته که به سبک سوها پس میریم به معرفی میگیریم که چی چیزها میباشد. در نخست هارد، عدد بانجان رومی، یک عدد پیاز، داری کمی گشنیج تازه، مرچ تون، مرغ و مقداری هم ساسج اضافه میکنیم. و امروز از ویدیویی که در این ریسیپی پراتی تخم استفاده میکنیم مرچ سبز، مرچ سرخ، زیری درست که زیری درست همش مزه‌دارتر میکنه، نعنای خشک، مرچ سیاه و نمک میباشد. پس بعد میکس میکنم و بر شما نشان میدم که چه قسم باید یک خمیر آماده کنیم. پس با ما باشید. من همه مواد در یک ظرف میکس کردم. میبینین که نباید زیاد سخت باشه و نه نرم باشه، به می رقم باید باشه. نشان میدم دوستای عزیز، در کراهی ما یک قاشق غذاخوری روغن علاوه میکنیم. ببینید دوستای عزیز، یک ملعقه از همین پراتی تخم مرغ آماده کردیم با مواد در این کراهی. خب در این کراهی چی میکنیم دوستای عزیز؟ انبار میسازیم شه تا یک طرفش خوب به درستی پخته. قسمی که دیدین من یک طرفش سرخ شده بود، طرف دیگه شده دادم به میرقم تمام کفگیر. خوب روی دیگه شه هم دم کراهی بچق میکنیم تا خوب صحیح پخته شود تمام مواد دادم و باز هم یک طرف دیگه شده میکنیم که خوب صحیح سرخ شود. کردیم تا تمام شد سرخ میکنیم دوستای عزیز. پس تا تمام شد سرخ میکنم، شما بیننده باشید دوستای عزیز. که دیدین این هم فاینال لوک پراتی تخم ما یا همون اندیک پراتا که میبینین خوب از دو طرف هم تو خوبش پخته شده. با اون طریقی گفتمتون دوستای عزیز حتما یک بار امتحان کنید، بسیار زیاد مزه‌دار میاد و با فامیل های ناستان صبحانه نوش جان کنید. از اینکه دایندن بیننده برنامه کوکینگ ویت سوها بودین دوستای عزیز. در بخش کامنت نظریاتتان حتما میخواهم. تا برنامه بعد، ولاگ بعد، شما را به لایک با کوبی نیاز میسپارم. خدا نگهدار.